سلام بینندگان و هواداران تلویزیون تاجیکستان. برنامه تاجیکستان و جهان است که از تلویزیون تاجیکستان منظوری شما می‌گردد. ما در این برنامه مسائل مربوط به برگزاری کنفرانسی بین المللی آب برای رشد استوار 2018-2028 را بررسی نموده منظوری شما می‌گردانیم. متوجه باشید به سرخط گذاری شو. ما در دنیای زندگی میکنیم که کسی پیشگویی کردن نمیتواند که یعنی امروز و پگاه و فردا و ساعتهای دیگر حیات چه حادثه های در پشت دیوار سرنوشت بشر اتفاق میافتند. کنفرانسی بین المللی سطح بلند عاید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان. نقش جمهوری تاجیکستان در حل مشکلات کلیدی عصر، نارسایی آب آشامیدنی، تغییریابی با سرعت اقلیم و کاهش پریخ‌های تاریخی جهان از آسیا و اروپا تا قطب‌های یخبسته شمالگان و جنوبگان. دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان مرکزی برگزاری بزرگترین همایش‌های بین المللی که حتی در تغییرپذیری سرنوشت انسانیت در عصر 21 نقش خود را می‌گذارد. در جهانی که سیاست‌های غلط ساکنان جهان را با بحران‌های سیاسی و امنیتی گرفتار نموده است، در دنیایی که ساکنان احتیاج به آزادی و آرامی و صلح و آسایش دارند، در مرحله‌ای که کره زمین را حادثه‌های زیاد اکولوژی و مشکلات نارسایی آب تازه و آشامیدنی و آب شدن با سرعت پریخ‌ها فرا گرفته است، جمهوری تاجیکستان با عنوان دولت صادق و وفادار و غمخوار سرنوشت آینده بشر تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان جامعه جهان را به سوی متحدی و همگرایی برای تأمین امنیت اکولوژی سیاره زیبای زمین و حفظ و نجات نسل بشر در زمین جهان دعوت می‌نماید. سرآغاز یک تحول بزرگ در سیاست اکولوژی جهان و دعوت جامعه بین المللی به سوی آینده سازی و حفظ و نگهداری حیات برای ادامه باثبات و استوار نسل بشر در سیاره زمین. تحلیل های علمی بین الخلقی عاید به تغییریابی اقلیم، کاهش پریخ‌ها، آلودگی محیط زیست و کاهش یافتن ذخیره های آب شیرین کره زمین نشان می‌دهد که حالا بشریت در روبروی سرنوشت قرار دارد که آن تهدید ناگوار دیگرگونی با سرعت اقلیم و مشکلات نارسایی آب تازه و آشامیدنی است. تاجیکستان دولتی صاحب استقلال، کشور کوههای بلند، سرزمین آبهای صاف و شیرین با تشبسهای بزرگ در راه متحدی بشریت برای ثبات و امنیت اکولوژی سیاره زمین تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان. کنفرانسی بین المللی سطح بلند عاید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028
برگزاری کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 صحیفه نوی را در تاریخ دیپلماتی آب و سیاست اکولوژی جمهوری تاجیکستان در سطح بین المللی باز نمود. زیرا برای اشتراک در این کنفرانس سران دولت‌ها و حکومت‌های پاکستان، ترکمنستان، افغانستان بیش از 1500 کارشناس از زیاده از 100 کشور جهان و ده‌ها سازمان‌های بین المللی و منطقوی به تاجیکستان تشریف آوردند. همزمان برابری کارشناسان و دانشمندان و تحلیلگران مسائل بین المللی اکولوژی جهان، ژورنالیستان و خبرنگاران در رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی منطقه و جهان اشتراک فعال نموده هر یک برای رسانه‌های خود خبر و گزارش‌ها را پیشنهاد نمودند. این کنفرانس با چنین شکل و صورت و مضمون و محتوای سیاسی و امنیتی، اکولوژی و انسانیش بار نخست در تاریخ آسیای مرکزی به شمار می رود. فلسفه اساسی این کنفرانس بازگوی قدرت و عظمت دانش و جهانبینی و تفکر شخصیتی را بازگو می نماید که طول سالهای دراز برای سعادت بشریت، حفظ امنیت اکولوژی سیاره زمین، فراهم آوردن شرایط خوب و ارزنده در محیط زیست عالم برای نسل‌های بعدی تلاش نموده است. این شخصیت اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشند که به وسیله اعلان 10 ساله نو آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 نقش بارز خود را در تأمین صلح جهانی و آسایش بشریت می‌گذارند. حقیقتا گفتن لازم است که این کنفرانس سطح بلند بخشیده به آغاز 10 ساله عمل آب برای رشد استوار که در شهر دوشنبه دوام همین روزها برگزار گشت توجه تمام عالم را به خود جلب نمود. این کنفرانس سطح بلند حقیقتا یک چاره‌بینی هست که در تاثیر آن رو ما نه تنها امروزها احساس میکنیم، اساساً تاثیر این قرارهایی که این کنفرانس قبول کرد، این نتیجه های این کنفرانس رو سالهای آینده، 10 سالهای نزدیک مردم نه تنها تاجیکستان، تمام کره جهان احساس خواهد کرد. حقیقتاً در این کنفرانس زیاده از 1,500 کارشناسان بین المللی به تاجیکستان تشریف آوردند. راهبران یکچند دولت‌ها، وزیران ذخیره‌های آب و انرژتیک چندین کشورهای جهان، راهبران یکچند سازمان‌های با نفوذ بین المللی، پیش از همه از سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به این، تشکیلات‌های سازمان‌های اکولوژی، مسائل وابسته به آب، وابسته به استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی، وابسته به اکولوژی، به تغییریابی اقلیم، به رشد استوار می باشد. و حقیقتاً مسئله دسترسی به آب تازه این مسئله می باشد که تمام جهان به این توجه خودش را جلب می کند. مشکلات آب یک مشکلات کلیدی، یک مشکلاتی هست که مرز و حدودی را در جهان نمی‌شناسد و این مشکلات را پیشوای ملت ما همچون یک لیدر سیاسی، همچون یک چهره ماندگار تاریخ درک نمودند. در آغاز عصر 21 برای حفظ انسانیت، نجات نسل‌های بعدی، برای سازمان ملل متحد و ساکنان جهان راه اندازی نمودند که امروز تجربه ثابت نمود که در این مدت 15 سال اخیر جامعه جهان اعتماد نمود، باوری نمود و اعتراف نمود که پیشوای ملت ما همچون یک نماینده اهل بشر، چون یک چهره سیاسی و چون یک الیت سیاسی و چون یک شخصیت سیاسی بزرگ در منطقه آسیای مرکزی توانستند که ساکنان جهان را در روبروی حل چنین مشکلات جهانی متحد سازند تا که امنیت و ثبات اکولوژی آینده کره زمین یعنی تامین گردد.